مادری خوش نظرم هر نظرم هدیه توست. در سن 5 سالگی من الفبا رو پوره خونده تموم کرده بودم. این زحمتی مادرم. دوتارم رو به دست گرفته، مادری عزیزم رو به رقص دعوت میکنم. آفرین. من مخصوص مادرت رو از وی مکتب گرفته دیگر مکتب اجازت ندادم که هر دیداربینی مادرش رو سزاوار باشد. پدر و مادرم اساسگذار و پایه‌گذار همه موفقیت‌های من هستند. اگر تو سلامتی من خواهی فقط گپی نغزی بیار. در خانه خیلی چه کنسیلیومی بین دو دختران میشوم که چه خیلی مصلحت میتی گفته از من میپرسم. امروز زن تاجیک میتواند که هم در عائله داری نمونه‌ای باشد، هم در جامعه مقام، منزلت و نفوذ خود را پیدا کرده صاحب آبرو و صاحب اعتبار گردیده باشد. زن مادر است و زن خواهر است و زن همسر است. دنیای زیبا با حسن زنها زیباتر است. زن نور خانه فیضی زمانه روشنگر است.